روز 2 اکتبر سال 2023 در شهر بادکن قرقیزستان هیئت‌های حکومت تاجیکستان و قرقیزستان با سرداری رئیسان کمیته‌های امنیت ملی هر دو کشور در مورد علامتگذاری مرز دیدار کردند. این نخستین مذاکرات مسائل مرزی بین سیمومین یتیمو و قمچبک توشیف در پی اظهارات توشیف بود که روز 15 دعوا کرده بود که گویا جانب قرقیزستان دلیل‌های نو در مورد مرز دو کشور پیدا کرده است و اگر تاجیکستان از دعواهای خود دست نکشد، بیشکک نیز جواباً حجت‌ها و دلیل‌های خود را در بین خواهد کشید. توشیف تهدیدم کرده بود که برای این نیرو و امکان کافی داریم. این گفته‌های قمچبک در آن طرف مرز خشم حکومتداران تاجیکستان را به بار آورد و وزارت کارهای خارجه تاجیکستان سفیر قرقیزستان را به وزارت کارهای خارجه دعوت کرده بود. چنین بیانیه‌ها به اعتماد طرفین ضرر جدی خواهند رساند و در مورد همکاری‌ها در رابطه به علامتگذاری مرز نیز خلل وارد می‌کنند. جناب یتیموف ضمن اظهارات مطبوعاتی خود افزود که جانب‌ها پروتکل 44 را امضا کردند که بنا به گفته این منصبدار تاجیک اجرای این پروتکل همه گونه مسئله و مشکلاتی که پیشتر سبب نزاع‌ها در مرز تاجیکستان و قرقیزستان گردیده بود حل می‌کند. در نوبت خود توشیف هم گفت که این پروتکل اساس می شود که همه گونه مسائل مرزها را حل کنیم. جالب آن است که بعضی از رسانه‌های قرقیزستان از نقطه گذاشتن مسائل مرزی با تاجیکستان خبر دادند و آن را دستاورد رئیس کمیته امنیت ملی قرقیزستان قمچبک توشیف به قلم دادند. بنا به اطلاع منبع سامانه ویچرن بیشکک گویا تاجیکستان از دعواهای مرزی خود که طول 30 سال اخیر پافشاری میکرد دست کشید. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان و کمیته امنیت ملی تاجیکستان در مورد این ادعا گویا دست کشیدن تاجیکستان از دعواهای 30 سالش هنوز واکنشی نکردند. تا به حال از محتوای پروتکل 44 چیزی رسانه‌ای نشده است. هم وزارت کارهای خارجه تاجیکستان و هم حکومت ولایت سوخت تنها همین قدر خبر دادند که رئیسان نهادهای امنیتی دو کشور سندی را به امضا رسانیدند. دیوان وزیران قرقیزستان نیز از امضای پروتکل خبر داده است ولی تا به حال محتوای آن را شرح نداده است. باید یادآور شد که تاجیکستان و قرقیزستان زیاده از 972 کیلومتر مرز مشترک دارند. 600 کیلومتر آن پاره تعیین و علامتگذاری نشده است. مخصوصا در منطقه‌های مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان طی چند سال اخیر زود مناقشه‌های مرزی بین شهروندان و نظامیان دو کشور صورت می‌گیرد. تنها در زده‌خورد مرزی بین نیروهای قرقیزستان و تاجیک که صحنه 14 سپتامبر سال 2022 به وقوع پیوست، از طرف قرقیزستان 63 کشته و 206 زخمی گذاشت. در نوبت خود جانب تاجیکستان خبر داد که از طرف آنها 41 کشته و 20 زخمی به قید گرفته شده است، ولی مطبوعات مستقل نشان دادند که تاجیکستان در این زده‌خورد دست کم 83 کشته داده است.